ولاگ ساشا خوش اومدی. چرا اینجوری کنی؟ بس کن. این دایناسوره. همین وقتی آخر شرط میگیره. آی این قشنگ تر بود یا خواهی نه پول میری چقدر درخت قطع شده تا این چسب برسه. حالا این قشنگ تر بود یا پیکاپ لاین؟ پیکاپ لاین قشنگ تر. ما میخوایم یه دونه ویدیو بریم برای پیکاپ لاین. نه چرا؟ نه قیچی ببریم. بس دیگه. قیچی جمع کردم با دندونات بس ببر. دیگه. سلام، به یه دونه ولاگ عصرگاهی خوش اومدین. من گوشیمو دادم تعمیر کردن. 650 کرون پولش شد، دانشگاه پولشو داد. یعنی خودم پولشو دادم، دانشگاه پولشو بهم پس میده. سعی کردم آیفون 7 بردارم ولی ندادم بهم. حتی 6 هم بهم ندادن. ولی خب همینم تعمیر کردم، خودش خیلیه. و الان دارم میرم به سمت مرکز شهر. برم با نیما اونجا بیلیارد بازی کنم. یه مقدار براتون ولاگ میگیرم از بیلیارد بازی کردنمون. بعدش هم که همین دیگه. فعلا خداحافظی. من چقدر کم میخورم. الان 20 تا مثلا 20 تا من خرچش کنم بیا. گفتم ولی از اون وقت چیز میگم مثلا 10 میلیون 12 میلیون کرون جریمه میدن به چیز نوشته که you find a solution for every difficult situation. مثلا میگه اینجا تو اوکی نیست 10 میلیون کرون رو قبض نمیشه دادش. و یه کاری دیگه کردم خیلی به نظر من زشت بود چیز بود مثلا آب میره که این فلوت بود با غذا ورده یه دقیقه هر اینا من سواش وقت نه بذارینم چی نوشته. خیلی زشت بود به نظر Du är full av energi och därför tystnar allt måste من خیلی انرژی دارم، بنابراین رقیبام من نمیتونن آسیب بزنن. آره خدا. ویتالیتی خوشحالی شد. من در خونه دوستم، بعد دارم لپتاپ نگاه میکنم، یه ویدیو رو نگاه میکنم تو یوتیوب، بعد بذارم بهتون نشونم روی چیز حرف بزنم. من داشتم اینجا اینو میدیدم، بعد چشم خورد به اینجا. فقط اینجا رو نگاه کنید که یک دختر، بعد بذار بیام عقب‌تر. If these are freed, Jojo Mears 1+1, leave it after day. همش کتابای دخترونه و چیکار میکنه با خودش. 50 Shades of Grey, 50 Shades of Darker. همش کتابای دخترونه. این کتاب هم خیلی جالبه. The Woman Who Stole My Life. The Girl with the Dragon Tattoo. بقیش هم که ایرانیه. بیا دیگه، بیا بریم. آبیم بابه، آبیم بابه، آبیم بابه، آبیم بابه،
Habimbabe, 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 Habimbabe. In the jungle, the mighty jungle, lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty... آخه این درسته؟ همه خلال لندن ریختن. شیت. راحت بشه زدنش. این یارو یه 10 دقیقه با اون ساک اونجا وایستاده منتظر یکیه مواد قاچاق میخوام بکنم، قاچاق قلب انسان. این سوئدی احمق رو نگاه کنید چه ماشینی داره. این ورش این شکلیه، روش رنگ زنگ زدگی داده، جلوشو اینجوری چیزی گذاشته پلاک کرده. این ورشه، کل بغلش رو اگه تو فیلم دیده بشه کل بغلش رو این به این رنگ این شکلی کرده. واقعا هم چیزا انگار زنگ زده است، یه جوریه دست میزنه. نوشابه سیب زمینی و یه همبرگر خوشمزه خیلی بهتر از مکدونالد. ساعت هم 10 تقریبا. نیما فکر کنم یه جا دیگه نشست. احمد اوماما. اوماما میخوری؟ اسم همبرگر اوماماست. اومامیه. اومامیه. ولی این چیلی چیز واقعا خوشمزه است. من اینجا نشسته بودم، این رفته بود اون من باسقاش اون من نشسته گفته اون حکم یه میز نشسته بودیم. اگه بخوام رنگ بدم این همبرگر اوله، مکس برگر. اینجا مکس برگر اوله، گوشتش کاملا سوئدیه و خیلی خوبه. دوم برگر کینگه و آخر از همه مکدونالد. مکدونالد واقعا افتضاح است، نمیدونید چی میخوری. یه چیز خیلی جالب اینه که ما تو سوئد KFC نداریم. نزدیکترین شعبه‌اش فکر کنم تو دانمارک توی کوپنهاگ. علتش هم اینه که سوئدیا غذای سالم میخوان بخورن و نمیدونم چه جوری شده که KFC و غذای سالمی نمیتونن و مکدونالد رو میدونن. نه جفتش غذا سالمی نیست ولی مکدونالد خیلی بدتر از KFCه. کلا سوئدیا گوشت میخورن، مرغ نمیخورن. کلا سوئدی میگه که کلا سوئدیا گوشت میخوام و مرغ نمیخوام و نمیدونم چرا. ولی KFC مثل که داره تو وستروس باز میشه. وستروس گیم آف ترونز یه شهری هست به نام وستروس، واقعا به نام وستروس. مالمو هم بوده. مالمو هم مثل که بوده ولی بستن، سوده‌ای نداشته بستنش. ولی حالا اولیش داره مثل که باز میشه دوباره بعد چند سال توی وستروس. حالا ببینیم که چجوری میشه. ولی نیست الان. مکدونالد هست، KFC نبوده تا الان. نکته خیلی قشنگی این دوستمون اشاره کرد و اینه که استارباکس هم توی یک سال اخیر وارد سوئد شده. حتی استارباکس هم تو سوئد نبوده، توی یک سال اخیر وارد سوئد شده. قبل از اون اکسپرسو هاوس بوده فقط. اکسپرسو هاوس داریم و وینز کافه داریم و وینز کافی داریم. ما همین دوتا رو داشتیم ولی اکسپرسو هاوس نه یه سال تقریبا، یه ساله که وارد بازار شده.
یا میدونی چرا نبوده تا الان. چطوری ساشا؟ خوبم دارم سکسکی میکنم خفن. یه دونه بلند بزن. میترسم بلند بزنم بالا یارم از پس خورد. نفسم میگیرم بالا میارم واسه حالا تقوی بهم دست میده. من برم بیرون آقای آزاد بخوری. Enjoy the silence and subscribe.